خب اصل جون من پیش باردار اومدگی موزیک چم صبح چم بزنم. خب جیگر السلام علیکم. علیکم السلام. خوب الحمدلله که جون. بویش کی بودی تا اصلا که جیگرک؟ خیلی چه من بچه یوش باید ناوشه یفتم که خیال میکنم خدا خمند و چیش ببخشه دیگه. خاک بر سرت. او دختره که غریب چی شد؟ گفتی نکاحش کردم، قدیش زندگی میکردی؟ وای که 5 ماه زندگی کردم. بله. ایوای اون خوب فویشه برومان زدم سرچ کردم تا. فویشه؟ هرچی خلاص. خاک بر سرت. 5 ماه قدیش زندگی کردی، اگه نه برای تو فویشه شد؟ اینقدر سومی وای را ماوشوش گرفته، کیف و صفا و روی میکردی، نه برای تو فویشه شد. خیلی چی کنم که کیف کرده گشتیم خیلی بامیان. ای ابله گوش کن. فویشه هیچ گاه کو از مادر تولید نمیشود. فویشه رو کو با مثل ما و شما باره مردها کو فویشه میکنی. چیه کجا چه؟ دختری غریب رو از غریبیش استفاده کرده، تمام فند و فریب کردی، از ضعیفیش استفاده کردی، اکنون نام برای تو فویشه شد. تو عیب و شرم و حیا رو نمیدونی که اینقدر دختران غریب رو استفاده میبری. خودشون مینویسن که چی گناه دارم؟ خودشون مینویسن؟ خزای جون اکبلا چوکادی آروم شو خیابان چه سر تورن که خودشون مینویسن اکن؟ ابله نابکار زلیخاها بسیارند، اما تو کو به مثل یوسف باش. این واقعه اصلی است. امروزها بیشتری از مردها از ضعیفی زنها استفاده برده آنها را فریب میکنند و اسمشان را میگذارند فاحشه. سرپرست تمام فیلم های ما مغازه زیارتشاه برای شما و بهر شما و در خدمت شما. با ما باشید. سلامت باشید.